تو کمتر از 2 دقیقه هم تحلیل مسئله هم یه تکنیک فوق‌العاده برای عدد نویسی رو حرفه‌ای یاد بگیر. مسئله رو جمله به جمله با همدیگه تحلیلش کنیم. جمله اول میگه آروین در حال نوشتن اعداد 5 رقمیه. اگه عددمون 5 رقمیه، پیامش اینه که به یک جدول 5 مرتبه‌ای احتیاج داریم. او فقط از 2 رقم 2 و 4 استفاده می‌کند. برای مثال عدد 22442 را نوشته. پیامش اینه که در هر مرتبه فقط 2 حالت امکان پذیر هستش. او میخواهد اولین رقم سمت چپ 4 نباشد. پس برای عددمون یه شرط هم گذاشته. با این شرط به چند شکل مختلف میتواند اعداد 5 رقمی بنویسد. بریم سراغ مرتبه سمت چپ. گفته بود توی این مرتبه نمیخواد 4 بنویسه، پس فقط میتونه 2 بنویسه. تعداد حالتهای هر مرتبه رو زیرش مینویسیم. با این کار داریم. این میشه یک حالت. اما در این مرتبه 2 حالت امکان پذیره. میتونه هم 2 باشه هم 4. تعداد حالتش رو مینویسم. این مرتبه هم 2 حالته، این مرتبه هم 2 حالت، این مرتبه هم 2 حالت. حالا برای اینکه تعداد عددها رو پیدا کنیم، کافیه این حالتها رو در هم ضرب کنیم. جواب میشه 16. یعنی 16 تا عدد مختلف با این شرطی که گفته بود میتونه بنویسه. اگه دنبال کاربرگ تمرین با پاسخنامه، کاربرگ آزمون با رفع اشکال و بانک سوال هستی، حتما کپشنمون رو بخون. مرسی که همراه منی. این ویدیو رو ذخیره کن، گمش نکنید. بفرست بر اونایی که میرن کلاس ششم. لایک و کامنت هم یادت نره.